فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیانده بعدی در مورد حکم اسقاط که برای میت انجام میدن سوال کردن. بفرمایید. بحث اسقاط یک بحثی بوده که متاسفانه در قدیم این رواج داشته. در منطقه بلوچستان، در منطقه خراسان یا مناطق دیگر این اتفاق می افتاده. الحمدلله علمای اهل سنت و جماعت در داخل ایران این مسائل رو برای مردم کاملا بیان کردند. جناب مولانا عبدالواحد گشتی کتابی رو دارند به نام احسن المقصود، این مسائل رو در اونجا بیان فرمودند. مولانا محمد عمر سربازی رحمت الله علیه و بسیاری دیگر از علمای اهل سنت و جماعت با این مبارزه کردند. الحمدلله فعلا از بلوچستان این کاملا این عادت زشت و بدعت در واقع برچیده شده و وجودی رو نداره. شاید در برخی از روستاها مثلا در خراسان یا جاهای دیگر در برخی از روستاها که اهل علم کمتر وجود داشته باشند شاید هنوز در واقع شاید رواجی داشته باشه. واقعیت این است که اسقاطی وجود نداره. اسقاط به این معنی هست که یعنی ساقط کردن، انداختن گناه کار الله متعال هست و خود اون کسی که گناهکار هست اون باید توبه بکنه تا اینکه الله متعال گناهش رو ببخشد. هیچ عالمی توانای این که یک گناهی رو از یک عهده یک انسان دیگری، از یک فرد عامی بیاندازد، این توانایی رو ندارد. و هیچ گناهی رو با پول نمیشه خرید. گناهی یک فردی انجام داده، گناه انجام میدهد، در مقابل پول میدهد به خاطر اینکه این گناهش رو در واقع بخرد از الله متعال. چنین چیزی وجود نداره. هر گناهی جداگانه هست و هر کسی که گناهی را انجام داده خود اون را الله متعال مؤاخذه میکنه. و این اسقاط بیشتر برای اینکه میگن که بالفرض اینکه نمازی از کسی فوت شده باشد، نمازی فوت شده باشد، ما هیچ گونه دلیل شرعی رو نداریم در شریعت اسلامی و در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که نماز میت رو به جایش فدیه بدند. نماز فدیه ندارد. نماز میت نه قضایی دارد برای غیر میت، برای ورثه، و نه هم فدیه‌ای دارد که از اون مالی بدن. یعنی کسی بالفرض فوت کرده باشد و نمازی برگردنش باشد، بر اولیایش، بر ورثهش نه لازم هست که برایش نماز بخونن و جایز هم نیست نماز خوندن برای میت. نه نماز خوندن جایز هست، مشروع هست، و نه پرداختن مبلغی به عنوان اینکه بهای نمازش باشه یا همون اسقاطی باشه. در روایت اومده از حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها درباره روزه اومده که من مات و علیه صیام صام عنه ولیه. اگر کسی مرد، از دنیا رفت و روزی برگردنش بود، ولیش روزه بگیرد. ولیش و اون ورثش میتواند روزه بگیرد یا اینکه فدیه روزش را بدهد. اما در مورد نماز چون این چیزی وارد نشده و این اسقاط دادن در شریعت اسلامی هیچ گونه اصلی رو نداره و این یکی از بدعت هایی هست که متاسفانه به خاطر کمبود علم در واقع رواج پیدا کرده و الحمدلله از بسیار از مناطق برچیده شده. امیدوار هستم که در مناطق دیگر هم به صورت کامل برچیده بشود و مردم به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم مراجعه و رجوع بکنند.